روزهای آخر پی هم حامیان حقوق حیوانات در پایتخت ایران جمع شده خشونت و کشتار بیرحمانه سگ‌های دیدو یا ولگرد از جانب مقامات تهران را مورد انتقاد شدید قرار دادند. این چاره‌بینی‌ها بعد از آن آغاز شد که در شبکه‌های اجتماعی نوار قتل بیرحمانه سگ گریان نشر گردید. در شبکه‌های اجتماعی شرح و تفسیرهای زیاد با تقاضای منع سگ‌کشی نشر شد. طبق گزارش‌های رسیده، مقامات جمهوری اسلامی چندین نفر از اعتراضگران هفته گذشته را بازداشت نمودند. منصبداران ایرانی اصرار می‌ورزند که نوار از 2 سال پیش بوده شرکت مسئول این عمل از همکاری با شهرداری تهران محروم شده است. پیروز حناچی میر تهران میگوید سگ قتل شده گرفتار بیماری خطرناک بوده است. حادثه های همسان در تاجیکستان هم رخ داده بودند که باعث به نگرانی دوستداران سگ شده بود.